جنگ جدید غزال عنایت با رجا آرایش. رجا آرایش چی رابطه با غزال عنایت دارد و چرا غزال عنایت رجا آرایش را توهین کرده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. رجا آرایش هنرمند خوش صدا، خوش سیما و ناماشنای افغانستان است. رجا کارهای هنری خود را 10 سال قبل آغاز کرد و در میان مردم افغانستان از شهرت هنری خاص برخوردار است. رجا آرایش سبک هنری خاصی دارد و به زبان پشتو و دری آهنگ می سراید. رجا آرایش شوهر اول خانم غزال عنایت می باشد. رجا آرایش قبل از آن که غزال عنایت آواز بخواند با وی ازدواج کرده بود، دارای یک فرزند می باشد. اما بعد از آن که غزال عنایت به کانادا رفت، از رجا آرایش جدا شد و پسرش نزد غزال عنایت می باشد. غزال عنایت در هیچ برنامه تلویزیونی و یا هم در هیچ صفحه اجتماعی بیان نکرده است که رجا آرایش شوهر من است، اما تصاویر و ویدیوهای نشر شده از این دو در صفحات مجازی نشان می دهد که این دو یک زمان با هم ازدواج کرده بودند و سرانجام ازدواجشان ناموفق بوده و از هم جدا شدند. غزال عنایت بارها خواسته رجا آرایش را کم بزند و در صفحات اجتماعی وی را توهین و تحقیر کند. بعد از آن که رجا آرایش آهنگ پشتوی با لیلا خان هنرمند پاکستانی ثبت کرد، غزال عنایت در تضاد با رجا آرایش همیشه وی را در صفحات مجازی تحقیر و توهین کرده است و جدیداً تصاویر و ویدیوهای غیر مناسب از رجا آرایش را در صفحات اجتماعی نشر کرده است و دوباره رجا آرایش را توهین و تحقیر کرده است. اما رجا آرایش در این مدت زمان هیچ واکنشی از خود در برابر حرفهای غزال عنایت نشان نداده است. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.